کجا بودی؟ به سارا. به سارا چی مرگمه ای؟ بابا تو کجا گفتم برو؟ گفتم برو قرض مرزار برو جمع کو. به من پول میدم برو قرضا جمع کنم. نصف محله قرض داده. باز برو به دست راه که قرض بستونم. بابا تا گوش من میتونم بزنم 300 چرخ به در خوب بزنم. چرا به تا گوشت بزنم؟ حق خرماست باشیم به تا گوشت آدم بزنم. سیکو به تو چی میگم؟ تو به نصف مردم کار نداری. فقط مستقیم برو به دم سر عباس اینو. برای بگو پیار ما گفته پولا مر زودی. یک لحظه دیگه بدو صبر نمیکنی. بیا ما گفته که تو چهارم هر رقم باشیم به پول پیدا میکنم. برای تو میدم دم که بگو پسته جلغوزه بادام همه چیز پیش پیار ما بودی. خوب تور مزه میداد دم پول قبول شده با تو قال بغال کنه خودت تو مستقیم به دم سرای میشینی که تو پولا روستونی از. میده دست من. چرا نمیده؟ حقمون نمیده. فقط برای بگو وقتی که تو نمیتونستی 3,500 پول بدی تو میوه لوکس ما چکار کنه که بخونه خسر خوبی هر جا که میوه لوکس خوبی بیاد گلچین میکه تا پلاستیک میکه که بخونه خسر خوبی برو حالا دم پول دادن که شده بابا تا گوشتو میزنه. من چی میفهمم دیگه؟ بعد از 20 روز من رای میکنم دم سرای شاتون بزنه دیگه. گوش کاش به تو چی میگم برو به در سرای نو اگر پول داد کوی چی وقتی بیا اگر نداد بیا برو به سرای لینچا و بالش تا خبر دار برو به در سرای نو اینجا خوب چه تا پولا مر بده. خوب علی میرم. بفهمیدی چی میگم؟ تا پولا رو هم نمیستونی اصلا تکون نمیخوری اونجا. خوبه دیگه. زود یعنی من میرم دم سرای محمدین اومد بلکه پولا از اونم بستونو. سلام رمضان. خیلی سلامتی. تیار هستی؟ شکر بخیر. سلامت باشید زنده باشیم. همین که میوار ازم دکون بستندیم هم تو برفتیم دیگه به خودم پشت سر خورم سل نکردیم که باشه ما بریم یک دفعه به پیش می آدم همین سبیا خور خودی می آدم بکنیم که سعی کنیم چند همین سبیا بشه نه پیار شما جوابگویی میکنن هم شما دیگه ما چه کار کنیم میشه که ما در به در به دنبال شما بگردیم یعنی ما اشتباه کردیم که میوید به شما به قرض دادیم. نورالله بعد برو سیکو ما و شما حق همسایه تو همین جگاه استاده از امرا بیامید حداقل از من هم یک خوش آمد سرسرکی بکردین که شروع کردی همین تر ریز دادی که آخری بیخی دیگه صفکلات سوختوندی کاکا جو ما و شما حق همسایه این 5,000 روپیه ما پیش تو میوه بردم یا پیار ما بردم ما کو جیستنی نیم 24 ساعت به تا امیدیم ما مگر هر دم بیام خور به تو نشون دادم تو لازم 5,000 طلبی برارجو پیار تو که بیام از پیش من میوه ببرد تا 3-4 روزه که از تیر شم پولا تو تیار میکنم میدم من اینا رو از باغ و باغچه خو نمیارم من اینا رو میرم قرض میکنم میارم میفروشم هر چه که فایده کد از من دیگه پول مرتکر مگر ما ببرم بدم آخه من امسال 15 لک روپیه جنس آوردم باور بکن من 5 لک نخ کردن نتونستم این 10 لک روپیه از این مرتکر ما از کجا پیدا کنم همه بیام آدمی همسایه به قرض برده شما ببردیم عباس ببرد یک دیگه بیام ببرده من جواب از این مرتکر چی بودم شما به دامت بیام آدم دری به پول نداشتیم من رو شما برداشتم گفتم خیر غم نداره 5-6 هزار جنس پیش ما برداشتیم ببردیم بازم من چیزی نگفتم حالا کم کم پول خور طلب کردم بازم من ملامتم شما به من میگید که تو چرا قیقداد میکشی ایشته قیقداد نکنم شما باشیم چه کار میکنی وقتی که مرتکبی همین طبیخ کلی تو بگیره بگه دلگی به قرض بده چه کار میکنی تو کاکا به اندازی 20 لک روپیه مال به سر قیقداد کشیدی و خان میگرفتی من 5,000 روپیه پول تور بردم 10 لک روپیه کو نبردم دیگه تو یک گپای میزنی کاکا برو برات کار خو پیار ما بستو تو نه حق همسایه فکر میکنی نه دارم و ندارم و ما اگه میدیشتی به حساب جوانی انکوم شده میگفتم شیر مادر تو که بشوید رو مارور دیشتی میاردم 5,000 تور میدادم خود چی فرق میکنه من تو یک چیزی میگم خو قیقدات به سر من نکش برو پیار ما اگر چی ما پیار ما نداره گاهی وقتا آدم به بغل جا نمیشه گاهی وقتا به تماشتم جا میشه ما به تو خلاصه رو بگم بفهمیدی خود میتگه فکر میکنی مردم از خود خوبتر فکر کن برو خود پیار میگه یعنی به دست خوبه دویدم با پا خوب دنبال شما بده همین رقم میشه دیگه بارک الله تو خونی تو آباد که بدادی حالی نداریم اگر صبر میکنی صبر کن اگر نمیکنی برو نداریم خو نمیشه دیگه من جواب از این مرتکر چی بودم آخه من بهتون میگم من 15 لک روپیه مال آوردم این مرتکر دم برات پول خو میایه امر بقوم خشم نکن ندادی کاکا برو خاله گپ از این بزنین که کی میدین پول امر یعنی به روز قیامت هم نخواد دادیم شما میته که معلوم میشه والله در روز دیگه هم صبر کن میدم پولاتو اگر صبر نداری برو پیش اصلا گناه از منه که من روز شما رو برداشت تو اگه من روز اول به شما بگفتم پولا خورد بدی شما این کارو نمیکنید خودت السلام علیکم بابا کی پاکستانی خوبی سلامتی برو قراری
سلامت بشی. میگم عباس پیار میگو تامین پولا روزیده بده دیگه. پولا روزید؟ روزید پولا چی بده؟ همین شینی مزاره که شینی بردی به سر خسور خو. آها خب بگو پولا میوه ایده که به خونه خسور خوب بردی پولا رو بده. دی پیجو. و پول پیار قال سلام بگو خوب. رد سلام بگو عباس گفته دست ما کم میگیره. باشه پناه با خدا یک 10 روز 20 روز دیگه هم صبر کنه خودم میارم به دست را شما نیازی نیه بیای به دست را ما خوبه؟ برای پیار خمیته بگو کمی دست نگیره خیلی باشه دیگه. گوش کش عباس چی میگو؟ پریشا ما پیار می حساب کردیم از زمین خود بریزا 15 لک قصدار شده. مثلا مرتکه از ما باسته باشه 4 لک نق نشده. پیار ما گفتن اگه عباس همون سینی مزار نمیده برو جا خوب بونده بدم سرایلو تا بده دیگه. خب پس پیار توی تگپی گفته که ما 15 لک مردکه انگار جنس آوردم 4-5 لک نق نشده فقط میگی پیار تو 15 لک بابا میوه اید داده 3,500 پول بوده 10 لک روپیه نبوده برو پیار خب بگو حداقل 20 روز که صبر کردیم من 20 روز دیگه هم صبر کن چیکار میشه با که تو می جا خوب دست را ما بندازی هنم کو دست را قلف انداختم میرم به عروسی اگه می جا خوب بندازی یک لفت خوب یا که شو خنک نخوری خوبه تو بگی و نگی عباس من جا خوب میندازم در سرا شما بنده جا خوب با پیار خان بگو عباس گله کرده که کار خوب نیست که شما به دست را نکردین به خاطر 3,500 پول میفهمم که دست ما گیره من اگه میفهمیدم همون میوه خوش که به خونه خسرو خونه میبردم من جا خورم میندازی بنده نمیندازی هم نه باشه نالی میرم نلی چا لفته میارم آی بلند بلند آی بلند وای امان نازده بر گله جشتنی شنی جان ترامو پس جان میرم کجا میری بیا که با تو کار داره میمونه کی؟ دیگه نامردی نکن دیگه خودمه چی گپای کجا میری بخیر فضل خدا شکر میرم خونه داده خو خود داده خو آه خب گله جو یک گپ به تو میگم به شرط که رومر داری خب هلی بر واسه اگر نفت رومر کمک داشتی که تو قول میدم روزی که نمزاددار شدی همیت یک کمک خیلی به تو میکنم خود زن پیدا نمیشه به من چطور پیدا نمیشه پیدا روی تو بردارم ها گله جو بابا روی تو غوری برای این دیگه که روی تو بردارم به شفرم نمیفهمی گله نه شرف ما چی میفهم گله جو همال من سرا بیری شدم یلکو رد میمیرم یلکو دل ما خون چک چک میکنم تو برد پختو که سکه چی میگم اما در سرا بیری شدم گیپک آمده بود گیپک آمده بود اصلا نمیفهمید که چی بگه خور به زمین آسمون میزد هر چدن بیرو شد به ما بگو مر بیا و مفتزه کرد به تمام کوچه به چی نیلیلا به چه خیگینه نولا خیگینه ها گیله جو تو که خبر داری که من نمزاد دارم مبارک باشه ازالیه مر گیله جو روزید پول نداشتم که به خانه خسرو خو میوه خوش ببرم میوهید بافتم پیش نورلا و دیکونی و خودی خوش آمد کردم گفتم کم میوید به ما به قرض بده که به خانه خسرو خو برم که بعد دست خیلی برم با پناه با خدا پولات ارتیا میکنم بالاخره خیلی بین رو مروردی به ما میوید بداد انا حالا گیله جو گیپا کرده که به در سرا میگه یک ثانیه دیگه صبر نمیکنم میرم نلینچه و بالشت میام در همین سرا شما خیلی میجون تا پولا مرتیال کنی میترسم یک دم خسر مخوشم بیه بعد ابرو ریزی میشه خب کچری ابریزی باشه گیله جو انا رو تو دلیل میگم که چرا آبروریزی میشه بله تو مثلا نمزاد داری با خونه خسرو یک چیزی میبری پول نداری میری قرض میکنی مرد کمی به دست سرا میگه پولا من بده به دست سرا شما خیلی میجون پولا من ندی یک دم خسرو خوشت می آبروریزی نمیشه نه رو تو نمیره نه خب خوشی منیه خب میگم مثلا فکر کن که تو نمزاد داری آخه چرا تو به سرگه به گپ نمیرسی من مدر ما بگفته تو من نزمدار میکنم مبارک باشه من دی میگم یاد درختا میگه یه لکو گیل لگستن را از میگه پیلکو میگم از من مردکه پول می بدر سرام خیو شده یک دمی میشه قسمت بیه روزی میشه میگه اصلا که عباس پول از نمیده کلاورداریه اگه داری رو مرور دا به حساب رفاقت به تو گل میدم با روز کنم زاد دار شدی به تو کمک کلو نمیکنم هم سریم از پول و قرض بدی با من خوبه خداوند تو خیر بده همیت به ظرف یک هفته پلاکاتو پس نقد میدم خوبه ها خداوند تو خیر بده یعنی تو به درد آبو خوردی رفیق و رفاقت همینه گیله دیگه پاچی اول پاچی باشه چاره باشه کاش که ما اصلا چیه خداوند تو خیر بده تو که میفهم دیگه منتها مردی خب عباسه که برار من خاطر مشکلات زندگی یک دم گوش نمیشون تیش نمیشم منتها یک بیستی به ما پسته ما کارتر برام اندازن دیگه چی می کله خراب
تو کمی تا کار من چلوندی من دل جمع باش که کسی خیلی تو در کسی خو میدم نباشه. تو پولار ما بده که من همی غذا خو بودم منه من یک پینجه یک کسی خو به تو میدم مفته بگی خرج کو بخو خب خداوند تو خیر بده می گردن رو بگرده که ما به تو نباشه. بیاب کرده دیگه خب آنه برا این پینجری به دیگه خب پینجری پی دیگه نیه خب بده دیگه بده گیلا دیگه پول چی؟ این که پینجری پی خب همینای امگزا پول امگزا ندن گفتی 20 پسته اینه این 3 ساعت ما با تو یک سر ریز میدم و میگم تو تعریف میکنه پینجه من کسی خودم که بخو خرج کنی که کار مرچلوندی پینجری به دستم میدی خب دیگه نیه نگفتیم 20 پی پسته تو گفتی پینجری پی پس میدم یعنی با تو پینجری بگفتیم یا 3,500 خب سه تو با نیم- 3,500 میفهمی یا نه نه چی میفهم بگیر بگذار بازه سر خود که 2 تا پینجه ایشه بگیر بده پینجه ای مر بده باگ برنگتش یک ساعت من از تو تعریف توصیه میکنم که تو با دردم بخورد آخر پینجه ای به دست بدادی من یک ساعت دیگه وقت خود تو زایی که مقصدتون مه خب نخواه من پینجه من سینیم از پول من 20 دلار بله برو تریکو خب برو با تعجب کنم که کلا گوشت سنیم از پول به قرض بده خاک برنگتشه من نشیم 3 ساعت من تلفن تو لاف کونر میکنم تو آخر هم نمیفهمی که می 3,500 چندی هسته نه اشتا من نمیفهمم من سینیم از چند نمیشه فکس دقیق 35 تا دهی نمیشه سینیم از پیه نه 35 تا دهی میشه 3,500 خب چند تا دهی میشه برو گیلا خور تیکو برو که بیا از اعصاب ما خراب کنم جو دست پا تو نشکنم برو جاره به خانه خلوص خو میگرفتم خوشحال خو سینیم از جاره مثل نهنه من گاهی وقت دیگه چیزم گوش نمیشه به گریه میشه ماه به تاریخ خو به گریه شه نه بزرگم فقط نه بزرگمه پینجه ای مرکوبر نداشته نه سلام علیکم شما علیکم سلام چطوری؟ شتنی خوبی؟ بخیری چه کار سلامتی میکنی؟ هیچی کار گوشی بزی میکنم میگم شما تو بگو. کروزی در پیش بیام به قرض نیاردی چی به قرض نیاوردم سودا مثلا میوه پسته خسته اینا نی چرگی پر خاطر پیام من اسپره کده کشته اسپره کده تو پیاتو میگه تو برو بدم سرای که سودا دادو برو نسیه جمع کن جا خوبوندو راست میگه خو اگر نسیه مثلا کسی از شما نسیه ببرده خو میگه برو در سرا از اونا برو نه بیا به پیش من نه یا نگو که شما پیش من ببرد یعنی شما چی از کسی که قرض مایم نوشته نمیکنه نوشته میکنه پیامه خب الان میگه تو برو بدم سرای نخواه شو من چرا خواه شو ما بفهمم که پگپ تو چیه یا تو منظور اینه که برو بزینا بگو ما جا خود در سرا شما میندازم جا برو در سرا اونو استاد تو تا پولا نمیدم یلا نکو بفهمیدی در سرا اونو والا کم ما سفره آور نکردیم به روزید میوه هم پیش شما نبردیم پیار شما از ما قرض نمایه خلاص باز ببین فت شدی بود اید اول بود ما سفره آور نکردیم شیرینی اصلا نستوندیم درسته ما گفتم شاید تو هم کلاورداری بشی نگی پک جمعه از او کلووردارانیم برو خدا میدونه پیاری رو به کجا رای کده که برای قرصا بره بیاد یخان مر گرفته